ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шунавандаи азиз, қалби захми филми кӯтоҳ ҳатман моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мост. 𝐸𝐹𝐹 ТВ тақдим мекунад. من چرا به اینجا اومدم؟ راهم را گم کردم. به کدام طرف روم؟ خیلی به همین طرف نمیرم. خدایا مرا ببخش، من دیگر در این زندگی طاقت کرده نمیتوانم. خودکشی میکنم. برادر بگم برادر ایچو برادر جان، تو چیکار کردی صدایی میدونی؟ قریب خود رو میکشتی. تو باید مرا نجات نمیدونی برادر. من از این زندگی سیر شدم. من خود را میکشم. چی شد اصلا؟ و تو چی شد که دست به خودکشی زدی صدایی؟ من نفهمیدم. نیست تو آرام شو صحبت میکنی. همه کار دنیا حل شده نیست. برادر جان، این کار نادرست است. رفتیم در ایوان رشته صحبت میکنیم. نه برادر، من باید خودم را کشم. مایلش، اگر رفته با من صحبت میکنم، اگر با خلوصه خلال موسیقی آمده کار رو انجام بدم، اما میخوام یک بار صحبت کنم. میشه از خواب رفتیم. برای قلب زخمی و شکسته راهی جز تکیه بر الله وجود ندارد و قلبی بر الله تکیه کند خیلی زود تمام زخم ها و شکستن ها تمام می شود و قلبی که الله درونش باشد به هیچ رفتن و آمدن اهمیت نمی دهد. احتیاط کن که پیش از مرگ قلبت را با دستان خودت دفن نکنی. تمام قلبت را برای الله کنار بمان، نه بندگان عهد شکنش و اجازت نده که کسی قلبت را بشکند و با آرامی از کنارشان بره. این تنها راه نجات قلب است. تو رو خدا برای من فرستاد که تا که خطا بگویم بگم. تو کیستی برادر؟ من یک برادرم. خواستم که با تو دردی دل کنم. خیلی میرویم. حیات خود همین است. مشکلات. ما باید به همه این مشکلات ها صبر و طاقت کنیم. مشکلات ها این خودش یک